قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 49. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. خرابه‌های کاسان که در کنار کاسانسای واقع بود، از دو قسم، از شهر و از قلعه عبارت است. طرح شهر به شکل تراپیزی بوده، اندازه طرفهای آن 160، 180 و 80 متر می باشد. دیوار شهر مارپیچ شکسته است و در گوشه ها برج های مستحکم دارد. ارک در جنوب و غرب شهر جای گرفته است. اقتدار مدافعی شهر را باز دیوار علاوگی می افزود که 15 متر درونتر از دیوار اساسی ساخته شده بود و پس دروازه شهر را بند می کرد. قلعه اندکی دورتر از شهر در بلندی می ایستاد. عموما نمودی این جای قلعه قهقهه 1 و 2 شهرستان را به خاطر می آورد. قلعه این دیواری غفص و مستحکمی می باشد که میدانچه وسعتش 90 بر 70 متر بوده را گرداگرد پیچانیده گرفته است. دیواری مذکور را باز 6 برج دیگر مستحکم تر کرده اند. از این میدانچه تا دروازه شهر 2 قطار دیوار بوده است که از افتکار راه بین شهر و قلعه را محافظت می کرد و هر دو را به هم می پیوست. طول عمومی اطراف همه این خرابه ها به 2 کیلومتر می رسد. سال 1948 در اینجا برنشتم کمی حفریات کرده بود. معلوم شد که این مسکن هنوز در دوره کوشانیان نیز وجود داشته است. در بالای همین مسکن و همین مسکن را به اساس گرفته در ابتدای عصرهای میانه کاسان قامت افراخت و امارت‌های سرشمار و قلعه مستحکم خود را برپا نمود. در ابتدای عصرهای میانه دیگر شهر مرکزی فرغانه شهری قوه بود که در آنها ارخئولوژهای ازبکستان حفریات می‌برند. مرکز ناحیه اسفره قرارگاه حاکم قلعه بالا بود. قلعه بالا در ساحل دریای اسفره 4 کیلومتر جنوبتر ریان حاضره اسفره جای دارد. بلندی قلعه 11-12 متر، اندازش 16 بر 65 متر. هنگام حفریات قلعه که به آن دویداویچ راهبری می کرد، معلوم شد که در عصرهای 6-7 در وقت برداشتن ته‌کرسی بلند قلعه در تگ این ته‌کرسی دیوارهای کدام یک بینای قدیمتری مانده بوده است. در عصرهای 6-8 این قلعه در بالای ته‌کرسی بلندی می ایستاد و دیوارهای غفص قلعه پر از تیرکش ها بود. این قلعه برج‌های مقرری که خاص صنعت معماری قلعه می باشد نداشت، ولی بجای این طرح بیرون دیوار قلعه زینه‌پایه‌های مخصوص داشت و امکان می‌داد که از 2 پهلو هم دشمن تیرباران کرده شود. درون قلعه عبارت از حولیچه است که در شمال آن واقع بود. در جنوب قلعه چند خانه‌های استخامتی و خواجگی برپا شده بود. دیوارها با پاخسه مقرری و خشت 4 قره خامی اندازه‌اش 52 بر 26 بر 10 متر برداشته شده‌اند. دیوارهای بینای قدیمتری تگ ته‌کرسی قلعه هم از چنین مصارع ساخته شده‌اند. دیوارها همه
انداوه بوده، رنگ دیوارهای درون سیاه است و دیوارهای بیرون نقش خشتی دارند. خانه های چارکنجه با سقف های شرفداری گنبد شکل پوشیده شده‌اند. غیر از قلعه بالا که در وادی ساخته شده است، در ریان اسفره دیزها یعنی قلعه های کوهی نیز بودند که در روی منچکوهای مسطح ساخته می شدند. مثلا چنین است قلعه کافر که در ساحل چپ رود اسفره جای دارد. در این موضع یک طرف منچکوه راست تا به 50-60 متر به لب دریا می فراید. از این طرف به قلعه برآمدن هیچ امکان ندارد. از دیگر طرف ها هم به قلعه نزدیک شدن دشوار است. در بالای این منچکوه در میدانچه 80-60 متر باقی مانده دیواری قلعه یافت شد که زمان وجود داشته است. طرح دیوار این قلعه پیچ در پیچ کج و کلیپ بوده، موافقاً به شکل سطح بالای منچکوه ساخته شده است و دیوار 3 برج داشته است. این قلعه 3 برجه قلعه دستنارسی بود. این گونه قلعه‌چه ها در قریبی دهه های سرخ، واروخ و غیره نیز ساخته شده بودند. آنها گویا سپری بودند که در آمدگاه وادی اسفره را محافظت کرده در پیش راه دشمن سد رخنه‌ناپذیری می گردیدند. در عین حال خود همان قلعه ها تکیهگاه مستحکم فی‌عدل‌های محلی بودند و آنها امکان می دادند که به تقسیم آب صاحبی کنند. قلعه های کوهی و قلعه های دیگر که در وادی ساخته شده بودند در آن دوره ها در ریان اشت هم وجود داشتند. در جنوب فرغانه در وادی دریای خواجه باقرغان ریان لکلک ریسپوبلیکای قرقیزستان خرابه های حوری کلان قدیمی حاکم یافت شد. به طفیل حفریاتی که بریکینه در اینجا گذراند، عمارت های زیاد پدید آمد که در بین آنها بیناهای خواجگی، مثلا انباری که در آن 16 خم بوده است و خانه های استقامتی هستند. در عبادتخانه حولی که دیوارهایش پوری نقش و نگار می باشد چند صوفچه به نظر رسید. در یکی از صوفچه ها بت‌های گجی آدم سیمای ایستاده اند که با اسلوبی مخصوص ساخته شده اند. در خود همین جا 3 بخوردان یافت شد. بریکینه فرضیه پیشنهاد کرد که در این عبادتخانه و ارواح نیاگان عبادت می کردند و به فکر ما این عقیده وی از حقیقت دور نیست. در وادی فرغانه در قطار اهالی توبجایی، اهالی کوچمنچی و نیم کوچمنچی هم بسیار بود. در قطار کوه قورمه در همان قسم آن که کوه قرامزار نام دارد شمال ولایت لنین‌آباد چند آثار مراسم دفن یافت شد که آنها محض به همین اهالی کوچمنچی و نیم کوچمنچی تعلق دارد. در این ناحیه از پسیالکه قرقسای سر کرده تا خود اشت و پانغاز بسیار گورهای یافت شدند که سنگ پوش می باشند و مردم توبجایی آن گورها را قورمه یا مغخانه می نامند. به طفیل تحقیقات ارخئولوژی معلوم شد که این گورها در حقیقت سغانه کلانی داشتند و به آن سغانه نقب مخصوص کنده شده است. در این سغانه یک یا یک چند استخوان آدمی و اسباب و اشیای مراسم دفن، کاسه و طبق، یراق و اسلحه، زیب و زینت و غیره هستند. در یکی از سغانه ها حتی اسبی را گور کردند. یک رکابی هم یافت شد که محصول کاسبان آسیای مرکزی می باشد و بعد در عصرهای 5-6 در آسیای میانه معمول گردیده است. بعضی از گورها از جمله بعضی مغخانه ها احتمال با ترکان علاقمند باشد. بیهوده نیست که در یک انگشترین برنجی که در یکی از مغخانه ها یافت شده است
حتی به نظر می رسد که از 4 حرف رونی ترکی قدیمی عبارت می باشد و نام صاحب انگشترین را افاده می کند. در فرغانه الحال بسیار یادگاری خطی رونی میانه ترکی به دست آمده است. شماره این گونه بازیافت‌ها روز از روز زیاد شده ایستاده است. آنها اینچنین در قسم تاجیکستانی فرغانه، انیقترش در کوههای قرامزار و در وادی اسفره یافت شده‌اند. یادگاری خطی رونی، گورهای ترکی و مدرکات مأخذهای خطی شهادت می‌دهند که در اولهای عصر میانه ترکان نه فقط در تاریخ سیاسی بلکه در تاریخ اتنیکی فرغانه هم تأثیری داشتند. این نکته به ناحیه همسایه فرغانه به چاچ و علل خصوص به هفترود هم پره دخل دارد. ولی متاسفانه ما امکان نداریم که در تاریخ این ناحیه ها همچنین در تاریخ خوارزم و ترکمنستان جنوبی و یادگاری های عجایب آن جایها توقف نماییم. چند معلومات و مدرکات هست که قسم اساسی اهالی فرغانه قدیم اصلا مردم شرق ایرانی بودند. اینچنین زبان مخصوصی فرغانگی وجود داشت که به گروه زبانهای شرق ایرانی منسوب. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. ساخت اجتماعی و اقتصادی، تشکل مناسبت‌های فئودالی. مأخذهای خطی درباره ساخت اجتماعی و اقتصادی دوره‌های اولی عصر میانگی آسیای میانه آنقدر معلومات واقعی نمی‌دهند که ساخت اجتماعی و اقتصادی عصرهای 5-8 آسیای میانه را علل خصوص رفت انکشاف آن را مفصل تدقیق کردن ممکن باشد. تا به قریبی ها مورخان مجبور بودند که تنها به معلومات نهایت کم، به معلومات بی مبالغه ناچیزی مأخذهای عربی و فارسی دوره‌های ثانی‌تر قناعت کنند. حتی در جلد دومی مفصل و مکمل تاریخ خلق تاجیک که به این مسئله بخشیده شده است، در قسم مأخذهای خطی فقط تعبیل معلومات‌های مأخذهای عربی و فارسی به نظر می رسد. ما در این باب مفصل توقف نمی کنیم، بلکه به آن معلومات رو می آوریم که به همان دوره ها تعلق داشته در حجت‌های سغدی قلعه مغ و دیگر حجت‌های سغدی زبان از جمله در حجت‌های خوارزمی ذکر گردیدند. در یکی از حجت‌های قلعه مغ که درباره واقعه‌های کوچه نقل می‌کند، تمام جمعیت یعنی خلق از 3 طبقه، اشراف، تاجران و کارکنان یعنی زراعتکاران و کاسبان عبارت است. غیر از این چند طایفه غلامان موجود بود. گرشویچ و لیفشیتز در اساس تحلیل اصطلاحات حجت‌های قلعه مغ تخمین می‌کنند که در سغد عصر 7 و ابتدای عصر 8 چند طایفه غلامان و بندگان وجود داشتند. مثلا غلامان مقرری، غلامان گروی، اسیران غلام شده و نهایت به وصیگی داده شدگان بودند. ضمناً صاحب خانه حق داشت عضو خانواده خود را به غلامی دهد. در کتیبه های روی آسواری های توک قلعه خوارزم اصطلاحی هونانیک غلام به نظر می رسد. در مأخذهای عربی دوره اصطلاحی آسیای میانه روی راست اشارت هست که در سغد ابتدای عصر 8 غلامان بسیار بودند. ولی به هر حال نه غلامان بلکه طایفه های گوناگون کارکنان شهر و دیهات قوه اساسی استحصال کننده بودند. دهقانانی که برای اجرای کار سفربر کرده می شدند در حجتها
مردم نامیده شدند. غیر از این رکر کت نام طایفه به نظر می رسد که با اثبات زبانشناسان معنای مجبوراً کار کننده را دارد. اینچنین مرز نام طایفه نیز وجود داشت و آن کارکنانی را در بر می گرفت که برای مزد کار می کردند. خاکپاشان به دو طایفه، به طایفه کشتیچکاران و کشاورزان تقسیم می شدند و به عقیده گرشیویچ آنها زراعتکار بودند. آنها را وی فهم و پلافمین گفته است. دهقانان زراعتکار کدیور نام داشتند. جماعت دیهات شاید اگنتی باشند مقام مهم را صاحب بود و در حجتها با عنوان نو ذکر شدند. این اصطلاحات اینچنین به معنای مردم و کشور هم می آید. دهقانان به جمله صنفی حکمران آزادها داخل می شدند. در ابتدای عصرهای میانه و قسماً در دوره‌های مترقی عصرهای میانه، دهقان زمینداری کلانی بود که به یک ولایت کلان، مثلا به بخارا یا چاچ بر این ولایت ها، به یک ناحیه یا خود به یک محله حکمرانی می کرد. در مأخذ ها آنها دهقانان اکبر یا خود تنها دهقان نامیده شدند. دایره حکم این قبیل دهقانان علل خصوص برای همین هم خیلی وسیع بود که آنها در اختیار خود دسته های سرشماری حربی داشتند و اعضای این دسته ها را چقیرها یا شقیرها می نامیدند. سیوانت زن درباره سمرقند سخن رانده می نویسد: لشکری آنها توانا است و عسکری آن از چگه چقیرها عبارت می باشد. فعلی چگه نهایت تیز و تند و خود آنها ناترس و جسورند. به عقیده آنها رحلت به آن دنیا بازگشت به خانه خود است. اگر حمله کنند چیزی صد راه آنها شده نمی تواند. دیگر مأخذ ان یعنی بخارا را تصویر کرده می نویسد که چگه مردمی غیور و جسور می باشد. در مأخذهای عربی و فارسی هم چقیرها بسیار نامبر شده‌اند. همه این مدرکات را جمع بست نموده به خلاصه آمدن ممکن که حاکمان و دهقانان دسته های سرشماری حربی داشتند. آنها از جمله طایفه های آزاد مردم تشکیل می شدند و آنها را چقیر می نامیدند. چقیرها حربیانی کسبی بودند و محض آنها مرکزی لشکر حساب می شدند. شمار چقیرهای بعضی حاکمان از هزارها بیش بود. هم از حجتهای قلعه مخ و هم از مأخذهای عربی چنین برمی آید که در بین صنفی حکمران درجات مرکبی تابعیت وجود داشت. بلندترین نقطه این درجات اخشید بود. هنوز در مکتوبهای قدیمی سغدی ابتدای عصر 4 اخشیدی دهه تمرخوش ذکر شده است که دهه در وادی اسفره جای دارد و در عصرهای 9-10 هم معلوم بود. در حجتهای قلعه مخ اصطلاح اخشید با ایدیاگرام ملک یعنی ملیک افاده یافته است. مورخان عرب و فارسی زبان عصرهای میانه این اصطلاح را همچون شاهی شاهان معنی داد می کردند و با این اساس هم داشتند. معنای اصلی آن در ابتدای عصرهای میانه در آسیای میانه با اصطلاحی حاکم عالی مساوی بود. موافق معلومات نرشخی ما واقف شدیم که دهقانها لباسی مخصوص و کمری زرین داشتند و این معلومات نرشخی را متریال های ایکانوگرافی نه فقط سوخت بلکه تخارستان هم پره تصدیق می نمایند. نرشخی روایت می کند که ملکه بخارا در عرفه اصطلاح عربها در تخت می نشست. انیخترش از نام پسرش پادشاهی می کرد. عادتاً هر روز از ارک بخارا برآمده بالای تخت می نشست و
مشغول حل مسئله های دولتی می شد. فرمان و سپارش ها می داد. از جمله مکافات و مجازات نیز در عهده وی بود. هر روز 200 دهقانان نوجوان به سلام وی می آمدند و دو طرف قطار شده تا غروب آفتاب می ایستادند و بعد به دهه های خود برمی گشتند. روز دیگر به جای آنها باز 200 دهقان دیگر حاضر می شدند. همه این مراسم به صفت خدمت بود و ضمناً به هر گروه سال 4 بار نوبت می رسید. به طفیل حجت‌های قلعه مغ ما درباره ترتیب مأموری سوخت تصور حاصل می کنیم. به هیئت مأموریت مرکزی ملک‌های کلان آسیای میانه تودون نام یکی از منصب‌های عالی ترین که احتمال سردار مأموریت گرجدنی بود و این چنین ترخان داخل می شد. باز یک منصب عالی نزدیکان یاردمچی بود. مقامی دپیرپت یعنی سرکاتیب سردار دبیران نیز خیلی بلند بود. کارگزار خواجگی دربار فرماندار به دخل و خرج محصولات زراعت، مصنوعات کاسبان و مصالح جنگ متصدی بود. وی فرمان می برآورد که فلان چیز فلان قدر و فلان کس داده شود. مال و اشیا را بروی خط می گرفت و خرج آن را قید می کرد. مقام وی نیز نهایت بلند بود. در اختیار خود کارکنان بسیاری داشت. انیقترش وکیلان مخصوص داشت. او را مثل خودی ملیک عزت و حرمت می کردند و به وی صاحب ملیک پشتیبان اعظم فرماندر گویان مراجعت می کردند. غیر از این منصب ها صاحبان منصب میری ساقی، میری شفا، میری آخور و میری چارباخ وظیفه های مخصوص را اجرا می کردند. این چنین منصب جلات هم بود. در حجت و4 با اصطلاح ورنیکم عملدار ذکر شده است که از افتکار کیم چخیل وظیفه پلیتسیا را به جا می آورد. این چنین املاکداران هم بودند. اداره لشکر نیز وظیفه مهم دانسته می شد. در حجت‌های قلعه مخ سرلشکر ذکر گردیده است. در برابر مأموریت مرکزی مأموریت محلی هم وجود داشت. مأموریت محلی سرداران دیه و زمین‌های اطراف آن به اصطلاح آنها را ده خدا گفتند. اربابان دیه ارسپانه و صاحب را در بر می گرفت. وظیفه اساسی تمام این سیستم مأموری از اهل مهنت کشیده گرفتن خراج و انداز و زکات بود. این اداره اجبار مثل ساعت روغن خورده بی کم و کاست عمل می کرد. تمام دخل و خرج و نقل و حمل مالیات خیلی انیق و دقیق به حساب گرفته شده در حجت‌های سیرشماری دخل و خرج قید می گردید. از تمام حجت‌ها نسخه گرفته می شد. اکثر وقت 2 نسخه برداشته می شد. زیر آن امضا گذاشته به هر یکی آن مهر می ماندند. مؤسسه های نیز بودند که وظیفه اداره کنی را به جا می آوردند. مأخذ ها خبر می دهند که نمودی جزا را موافق نظامنامه مقرر می کنند که در معبد نگاه داشته می شود. در نکاح خطی که از قلعه مغ به دست آمد نوشته شده است که آن در محکمه انجام یافته است و نام سردار محکمه نیز ذکر شده است که احتمال شخصی روحانی بود. صنف‌های مظلوم بی نهایت قشاق و بینوا و اعیان و اشراف به درجه گوش ناشنید بای بودند. مثال روشن این دعوا ثروت بخار خداتی است که در حکایه نرشخی آورده شده است. این بخار خدات که بعد نهضت ابروی به وطنش برگشته است صاحب آنقدر مال و ملک بوده است که حساب آن را کسی نمیدانسته است. در این باره باز یک مثال آوردن ممکن. ماهیان نام سغدی از دیوشتیچ 3 آسیاب و انهار آن
بنا و سنگ‌های آن را به اجاره گرفته است. اجارهگیر به جای حق اجاره سال باید 460 کفچه یعنی زیاده از 3.5 تن آرد میداد. مدرکات ارخئولوژی که یک قسم آنها در باب‌های پیشینه ذکر گردیدند درباره تقسیمات عمیق اجتماعی و مال و ملکی روشن شهادت می‌دهد. ما می‌بینیم که در شهر در پهلوی کلبه‌های فقیرانه بی‌نوایان عمارت‌های با شکوه و پردبدبه اعیان و اشراف و قصرهای هنگامه‌دار حاکمان ساخته می‌شدند. حیاتی سیر و پر، ثروت بیکران بایها در یادگاری‌های صنعت هم انعکاس شده است. در رسم و صورتها تصویر شده است که اعیان و اشراف چگونه کیف و صفا می کنند و در بالای کت و کرپچه های ملایم یک پهلو یا زیده ضیافت می خورند و اگر بزم به دلشان زند از جای می خیزند و به همدیگر در گوشتین و شمشیر زنی مسابقه می کنند و در این رسم و صورتها در قفا ناعیان و نظر ناگیر خدمتگارانی سر و پا برهنه زار و حقیر تصویر کرده شده‌اند. تدقیق واقعه برگودقلعه خوارزم که تلستوف و همکارانش نیرازیک اندریانف انجام داده اند برای توصیف حیات دیهات آن دوره ها متریالی پرقیمت فراوان داد. به طفیل شرایط مساعد محلی یادگاری های واقعی برگودقلعه تا به روزهای ما در حالت خوب آمده رسیدند و ضمناً نه یادگاری های علاهیده خوب باقی ماندند بلکه تمامی سیستم استقامتی و انشاءات آبیاری کم ویران شدند. واحه به شکل تسمه دراز کمبر در دو طرف کانال اساسی طول کشیده است. درازیش قریب 40 کیلومتر، برش تقریباً 4-5 کیلومتر. در هر 200-300 متر یک تا حولی استحکامدار جای دارد که در واحه برگودقلعه در اولهای عصرهای میانه نمودی اساسی منزلگاه دیهات به شمار می رفت. در این گونه حولی ها خانه های مستحکم و کلانی دیوارهایشان غفل ساخته می شد که آنها بعضاً گرداگردی حولی را فرا می گرفتند. غیر از این قلعه های مستحکم نیز بودند. تمامی منزلگاه ها به 8-13 گروه تقسیم می شدند و ضمناً در هر گروه یک قلعه بود که به تمامی دیگر منزل های گروه خود حکمرانی می کرد. اندازه حولی ها نهایت گوناگون بود و فقط از یک قسم آنها را کلان گفتن ممکن بود. دیگر حولی های باقی مانده وسعت کذایی نداشتند. در بعضی محل ها مقرر کرده شد که در هر گروه اندازه میدان کشت هر خیل می باشد و این حالت بی واسطه نباشد هم دلالت می کند که در جماعت دیهات تقسیمات مال و ملکی و اجتماعی وجود داشت. جالب دقت است که بسیار قلعه ها محض در همین دوره ساخته شده‌اند. در اطراف برگودقلعه که کلانترین قلعه حساب می شد حتی شهرچه‌ای به وجود آمد که یکی از مرکزهای کاسبان واحه بود. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. شما گفتاری 49 را از کتاب علامه باباجان غفورов توجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجمقولов خوند. کارگردان شیرالی نفزلی.